السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه شما را با فرارسی عید سعید فیطر تبریک گفته، به شما عدالت عمر، آداب عثمان، راستی ابوبکر، سخاوت علی، خوبی ابراهیم، علم لقمان، دولت سلیمان، صبر ایوب، زیبایی یوسف و مهربانی و دلسوزی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و دعای کل پیغمبران را تمنا دارم. عید آمد و در خانه هم از زندانی، از جبر وبا نمی رویم مهمانی. درهای همه عزیز و دوستان بسته، زنگ میزنیم و تبریک تلفنی. باز یک بار دیگر عید سعید فیطر و کل مسلمانان روی دنیا مبارک باشد. باقی در پناه الله باشید. السلام علیکم و رحمت